تنهای تنها غمگین و رسوا، تنها و بی فردا منم. مرد تنهای شبم صد قصه مانده بر لبم. آقای احمدی نژاد، ماجرای حبیب از کجا شروع شد؟ آقای حبیب موبی انسان به نظر من بسیار وارسته، عارف و موسیقی‌هاش هم بسیار موسیقی خوب واقعه. یه انسانی که مورد ظلم قرار گرفته، فاصله گرفته از وطنش، خب این رو بیان میکنه به زیبایی. خب ایشون درخواست داد که بیاد ایران. آدمو بیاد، چه اشکال داره بیاد؟ گفتم ایشون انسان آزاده، حق داره، وطنشه. بدون اگه فرهنگ یک کشور آسیب ببینه هیچ چیزی درست نمیشه. یه عده هستن من نمیدونم با چه تفکری میگن نخیر ایشون نباید بیاد. فقط ایشون نیست، موارد متعدد بوده که من گفتم بعد بیاد، چه به چرخ شما میگید نیاد؟ گفتم باشه. وقتی در مقابل برخورد رئیس جمهور اما به اون زنگ میزدن میگفتن حق نداری.